сахарова вақте бо патентгирӣ дар нағмаи нав ёд гирифтем. مهاجری تاجیک از شیوه نوی جلب مهاجران به جنگ روسیه در اوکراین صحبت میکند. یا بزوری یا بزاری یا بزر پیش از پتن دادن شناسنامه مهاجران را میگیرند و آنها را در اتاق علاهیده مخصوصی میکنند. مقصد جنگ روی میکنند. شما خویش برادران پاسپورت گیری بزنید بری شما کورکنی اومدگی وی خیلی مجبوری نغمه برآوردن که چی بود رو اینجا کنسولتاسیا بگذار اونجا که در اومدی خط تعریفت میکنن جنگ روید میکنن روی سرخانون این نیومنیکی میشه شما را در دولت خطان برای کارتون 10 تا 15 سال سراغ داره. گرفتن پتن آمدگی نکردیم همین Moskva و با Moskovski oblast است отдельно. جلب مهاجران تاجیک به جنگ در زینه‌های مختلف نهادهای روسیه مطرح است. میخائیل ماتویف وکیل پارلمان روسیه روز 6 می در صفحه‌اش در تلگرام گفته است تاجیکانی که شهروندی روسیه را گرفتند باید به جنگ بروند. بنابر آمار رسمی در 3 ماه اخیر 45,000 شهروند تاجیکستان شناسنامه روسی گرفتند. جنگ دیگرگون شده است یعنی که روزها در میدان جنگ پیش نرفتند یعنی در یک جا باز ماندن یا که اخیر نشینی دارند و تلفات زیاد دادن. از این خاطر آنها باز از مهاجران سر و کار گرفتن یعنی که حتی که اگر پیش برای جلب کردن یک باره 400,000 روبل مبلغ پیشنهاد میکردن الکی این به 180-200,000 رسید یعنی کم کردن به هر حال و اکنون یعنی که جلب کنی رو خیلی زیاد کردن راههای جلب کنی برای این خیلی پول زیاد جدا کردن که با هر راهی که نباشد با واسطه رکلام با واسطه شخصان مسئول با خوبی یا با زوری مهاجران رو بیشتر جلب کنن. مرگ دهها زاده تاجیکستان از جمله تاجیکانی که در زندانهای روسیه زندانی بودند در جنگ اوکراین رسانه‌ای شده است. تعداد دقیق تاجیکانی که به جنگ جلب شدند معلوم نیست ولی تلاش‌های جلب بیشتری آنها کم نشده است. مقصد جلب کردن مهاجران این یعنی حفظ کردن مردم بومی یعنی خودی روس‌ها است. از اول جنگ پیش از همه ما میدونیم که از جمهوری‌های و ولایت‌های استفاده بردن که در آنجا روس‌ها کم زندگی می‌کنند یعنی غیر روس‌ها بردن از داغستان سرکردگی تا تاتارستان و باشقیرستان و ادمیرستان و مریل و چواشستان و شرق دور و اینچنین سیبیر. خدمات اکتشافی امریکا چند پیش اعلام کرد که تلفات روسیه در جنگ با اوکراین افزایش یافته است و در این جنگ بیش از 100,000 سرباز و افسر روس کشته و زخمی شدند.